در این میدانی که شما شاهد اون گشته شده درباره اون مجمع ورزشی در سال 2013 ساخته به استفاده داده شد و باعث افتخار است که درباره اون مجمع امروز با تشبث سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم بیگ صبور باز یک بینای زیبای زمانوی حفظ شناوری ساخته به استفاده داده شده است که در روزهای نزدیک باید قید نمایم که به اتمام رسانده می شود. اصلا مشتریای همین حوض کیها بوده میتوانند؟ با تمام شهروندان گوشه کنار جمهوری تاجیکستان میتوانند آمده در اینجا و بازی نمایند و در این مجمع ها دم بگیرند. خب نرخگذاری در آینده چه خیلی میشود مثلا برای مشتریان؟ باید قید نماییم که در آینده با دستگیری خود سردار خدمات از ارکان جمهوریت نرخنامه باید دسترس به تمام مردم باید باشد که مردم از آن استفاده برند نه آنکه با نرخ‌های گران.